امروزها جوانان این امت پس زدن و تحقیر و توهین به دیگران را نشانه شجاعت و مردانگی میپندارند، بیخبر از آن که خود آنها بدترین مردم هستند و گناه بزرگی را مرتکب می شوند. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند برای بد و شریر بودن انسان همین قدر کافی است که برادر مسلمانش را تحقیر کند. یعنی کشتن و مال کسی را دزدیدن کجا، همین یک تحقیر کردن و پس زدن یک مسلمان نشانه بد بودن و شریر بودن چنین انسان است. پس وقتی که کسی را تحقیر میکنی و پست میزنی، بدان و آگاه باش که طبق این حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان بدی هستی. پس در پی اصلاح نفس خود باش و از تحقیر و توهین و پس زدن دیگران قطعاً بپرهیز.